سلام، به خبر 6 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: نفس‌های سنگین در هوای ایستاده دوحه. در نشست فرمت دوحه قطر بر تعامل با افغانستان تاکید کرده. ازبکستان افغانستان کنونی را همچو فرصت شمرده و نماینده امارت اسلامی تاکید کرده که افغانستان برای حل تنش با پاکستان آماده گفتگوست. از زمان تأسیس دوباره امارت اسلامی در افغانستان کشورهای منطقه دو رویکرد متفاوت را برگزیدند. قطر در این زمینه برای تسهیل هر آنچه میان پاکستان و افغانستان باقی مانده پیش قدم شده است. به همین دلیل ما تلاش میکنیم شبکه‌های گفتگو همیشه باز بماند. تنین نگرانی در راهروهای سیاست همسایه. وزارت خارجه ایران از افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد اظهار نگرانی کرده و گفته در هماهنگی با کشورهای منطقه در تلاش دریافت راه حل برای این تنش‌هاست. ما مرز مشترک داریم، دو کشور همسایه ما هستند و هر گونه ناامنی در مرزهای پیرامونی ما حتما برای امنیت ملی ما هم مضر هست. زبان زخمی دمشق، روایت‌های تلخ از سکوت. رئیس دولت انتقالی سوریه از چگونگی جنگ 20 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان به شدت انتقاد کرده و گفته در جنگ افغانستان غیر نظامیان بیگناه هدف قرار گرفتند. ما شاهد جنگ‌ها در افغانستان و عراق بودیم. تمامی کسانی که در آنجا کشته شدند انسان‌های بیگناه بودند و این قاتلان هستند که دیگران را هراس‌افکن توصیف می‌کنند. دست‌های بسته در انتظار سازندگی. شرطنامه سرمایه‌گذاری برای اصلی سازی و تجهیز بندرهای تجارتی کشور میان وزارت مالیه و یک شرکت اماراتی امضا شد. و سودان زخمی در آستانه سال. امروز یک شنبه 16 قوس 1404 خورشیدی است. من رازقیار هستم. نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان در دومین روز گفتگوهای فرمت دوحه و در نشست ویژه به موضوع افغانستان تاکید کرده که کشورش افغانستان را همچون تهدید نه بل فرصت می شمارد. او افزوده که ازبکستان در بخش‌های گوناگون از جمله مسائل امنیت با افغانستان همکاری دارد. رئیس مطالعات راهبردی وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان نیز در این نشست با توجه به تنش‌های کابل و اسلام آباد گفته که راه دیپلماسی برای حل تنش‌ها باز است. روز دوم نشست فرمت دوحه به مسئله افغانستان زیر نام بهبود افغانستان از مسیر اتصال منطقه‌ای پرداخته شد. نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان در این نشست گفت که ازبکستان افغانستان را به عنوان تهدید نه بل به عنوان فرصت نگاه می کند. او می افزاید که بر پایه همین رویکرد کشورش با افغانستان در تمامی بخش‌ها از جمله مسائل امنیتی همکاری دارند. بدون توسعه امنیت وجود نخواهد داشت و بدون امنیت توسعه نیز مسیری نخواهد داشت. بنابراین امروز ما با افغانستان در طیف گسترده از همکاری‌ها تعامل داریم و امنیت یکی از ستون‌های مهم آن است. عبدالحی قاند رئیس مطالعات راهبردی وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان در این نشست رویکرد کشورها در برابر افغانستان را پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور به دو شکل رویکرد اقتصادی و رویکرد تهدید پنداشتن عنوان کرد. او تاکید کرد که روش نخست همخوان با سیاست اقتصاد محور امارت اسلامی و نتیجه بخش است. از زمان تأسیس دوباره امارت اسلامی در افغانستان کشورهای منطقه دو رویکرد متفاوت را برگزیدند که یکی رویکرد مرکزیت امنیتی است و افغانستان را از همان دیدگاه‌های کهنه امنیتی و تهدید برای منطقه می‌بیند و دیگری رویکرد اقتصاد محور است که با افغانستان برای ادغام به منطقه تعامل می‌کند. آقای قاند همچنین با اشاره بر اهمیت ارتباطات افغانستان با کشورهای همسایه تاکید کرد که افغانستان برای حل تنش‌ها با پاکستان آماده گفتگوست.
منازعه بین افغانستان و پاکستان برای منطقه بسیار حیاتی است، چرا که این مسئله مسیر جنوبی ارتباطات را مسدود می کند. افغانستان با پاکستان به شکل کامل در ارتباط بوده و به همین خاطر روابط خوب میان دو کشور خیلی مهم است. نماینده قطر در این نشست هم بر تعامل با افغانستان تاکید کرد و افزود که برای حل تنش‌های کابل اسلام آباد گام برداشته است. قطر در این زمینه برای تسهیل هر آنچه میان پاکستان و افغانستان باقی مانده پیش قدم شده است. به همین دلیل ما تلاش میکنیم شبکه‌های گفتگو همیشه باز بماند و قطر اکنون میزبان نه تنها فرآیندهای هدایت شده توسط جامعه جهانی، بل حتی میزبان گفتگوهای دوجانبه میان افغانستان و کشورهای ثالث نیز هست. افزون بر مسئله افغانستان به مسائل گوناگون از جمله غزه، سودان، تنش‌های جهانی و دیگر مسائل در بخش‌های گوناگون با حضور نمایندگان بیش از 160 کشور برگزار شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که شورای امنیت این سازمان به تاریخ 10 دسامبر ماه روان در مورد وضعیت افغانستان نشست برگزار می‌کند. به گفته یونما این نشست رأس ساعت 7:30 شام به وقت کابل در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می‌شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این نشست سخنرانی خواهد کرد. در این نشست نمایندگان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه آخرین اطلاعات درباره امنیت، تحول‌های سیاسی و وضعیت بشردوستانه افغانستان را ارائه خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از افزایش تنش میان کابل و اسلام آباد اظهار نگرانی کرده. اسماعیل بقایی افزوده که تنش میان دو کشور برای امنیت ملی ایران مضر است. او گفته در هماهنگی با کشورهای منطقه در تلاش دریافت راه حل برای این تنش ها هستند. نگرانی ایران از افزایش تنش ها میان کابل و اسلام آباد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این نشست خبری تنش در مورد مرزهایش را برای امنیت ایران مضر خوانده و افزود که از ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان نگران هستند. اسماعیل بقایی گفت که از ابتدای تنش‌ها ایران آماده هر گونه همکاری برای کاهش تنش‌ها بوده و از همین رو با کابل و اسلام آباد در تماس هستند. ما مرز مشترک داریم، دو کشور همسایه ما هستند و هر گونه ناامنی در مرزهای پیرامونی ما حتماً برای امنیت ملی ما هم مضر هست. او در بخشی از سخنانش افزود که در هماهنگی با کشورهای منطقه تلاش دارند که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مشارکت کشورها برای حل این تنش‌ها راه‌هایی را جستجو کنند. همزمان نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان در حاشیه نشست فرمت دوحه اعلام کرد که کشورش خواهان حل تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد از طریق دیپلماسی است. می‌خواهیم که زمینه مساعد شود که این مناقشات، این پروبلم‌های دو طرفه از طریق شیوه‌های دیپلماسی سیاسی حل و فصل شود، نه از طریق سلاح و نه از طریق جنگ. آگاهان سیاسی نقش ایران، قطر و ترکیه را در روند میانجیگری مهم می‌دانند، مگر همزمان تاکید می‌کنند که بدون اراده سیاسی واقعی از سوی پاکستان امید چندانی به حل اساسی این تنش‌ها وجود نخواهد داشت. ما آماده گفتگو هستیم، اما پاکستان چیزایی تامین میکنه آماده گفتگو نیست. پاکستان اول آماده شود که باز گفتگو به نتیجه برسه. من میگم که اگر پاکستان به نتیجه آماده گفتگو نباشه، هیچ نشستی نه در ایران نه در کشورهای منطقه در جای دیگه نتیجه نخواهد داشت. منابع بی‌ثباتی منطقه هم در پاکستان هست و منابع جنگ با افغانستان هم در پاکستان هستند. رویلت این یک نوع حمایت ضمنی خواهد بود از حکومت افغانستان در برابر تروریسم و جنگ افروزی جنرالای پاکستانی. این در حالی است که پس از بی‌نتیجه ماندن رایزنی‌های استانبول، وزیر خارجه ایران با همتایان خود در شماری از کشورهای منطقه تماس گرفته از برگزاری نشست منطقه‌ای به میزبانی تهران خبر داد. نشستی که هدف اصلی آن کاهش تنش‌های فزاینده میان کابل و اسلام آباد عنوان شده بود.
رئیس دولت انتقالی سوریه با انتقاد تند از کشورهای غربی گفته که پس از 20 سال جنگ در افغانستان اکنون مردم می‌دانند کیها هراس افغان بودند و چه کسان سزاوار این عنوان هستند. احمد شرعه در نشست در دوحه افزوده که جنگ افغانستان غیر نظامیان بیگناه هدف قرار گرفتند. همزمان وزیر جنگ آمریکا نیز مارک میلی ژنرال بازنشسته نیروهای زمینی این کشور را در پیوند به یورش پهپادی آمریکا بر یک خانواده افغان که در 29 آگوست 2021 در کابل انجام شد متهم به بی‌دقتی کرده است. پرزیدنت احمد شرعه انتقادها از بی‌توجهی به غیر نظامیان در جنگ 20 ساله افغانستان. احمد شرع رئیس دولت انتقالی سوریه در نشست در دوحه با انتقاد تند از کشورهای غربی گفت که پس از 25 سال جنگ در افغانستان مردم می‌دانند که کیها هراس افغان بودند و چه کسان سزاوار این عنوان هستند. احمد شرع افزود که اکنون همان عنصرهای دخیل در این تراژدی دیگران را هراس افغان می‌خوانند. ما شاهد جنگ‌ها در افغانستان و عراق بودیم. تمامی کسانی که در آنجا کشته شدند انسان‌های بیگناه بودند و این قاتلان هستند که دیگران را هراس افغان توصیف می‌کنند. بنابراین فکر می‌کنم پس از 25 سال مردم اکنون خوب می‌دانند که هراس افغان واقعی کیست و چه کسی سزاوار آنند که به این اسم نامیده شوند. په سیاسي ژبه دا داسې معنا ورکوي چې تاسو چې هلته وایي هلته ترهګري وه، یعنې تاسو د ترهګرۍ لامل شوي وئ په افغانستان کې او افغانان اوس پوه شوي چې کومې ډلې ټپلې کوم هیوادونه په افغانستان کې په دغو ترهګریزو بریدونو کې ښکیل وه چې در سوی دیگر پیت هکس وزیر جنگ امریکا مارک میلی ژنرال بازنشسته نیروی زمینی ایالات متحده را در پیوند به سخنانش درباره یورش پهپادی امریکا بر یک خانواده افغان که در 29 آگوست 2021 میلادی در کابل انجام شد متهم به بی‌دقتی کرد. او افزود که آنان تا چند ساعت بعد هم نمی‌دانستند که در آن یورش پهپادی غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. حمله عادلانه همان عبارتی است که مارک میلی زمان به کار برد وقتی یک خانواده افغان در واکنش به آنچه در دروازه میدان هوایی کابل رخ داد هدف قرار گرفته بود. آنها 2 روز تمام آن را حمله عادلانه خواندند در حالی که ظرف چند ساعت می توانستند بدانند چیزی را هدف گرفتند. این در حالی است که در یورش هواپیمای به سرنشین امریکا در 21 آگوست 2021 میلادی 10 غیر نظامی عضو یک خانواده از جمله 7 کودک هدف قرار گرفتند. بیننده ادامه خبرها پس از وقفه باشد. باز هم خوش آمدید. والی هرات در نامه اعتراضی به قنسل ایران در این ولایت خواهان بررسی رویداد تیراندازی به 11 تن شهروند افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی شده. شمار از شهروندان نیز خواهان شناسایی و به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد مرگبار هستند. پس از تحویل پیکرهای 11 تن از جانباختگان تیراندازی مرزبانان ایرانی به افغانستان، والی هرات در یک نامه اعتراضی به حکومت ایران خواهان بررسی این رویداد شده است. او با تحویل دادن این نامه به سرقنسل ایران در هرات گفته است که عاملان این رویداد باید به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده و مجازات شوند. جوانم از فقر و بیچارگی و بیکاری میرم به ایران برم که واسه لقمه نون بخورم، کار کنم. میارم مثلا به ایران یا با مرز یا با ایران یا با راه اینا میگیرم شهید میکنم. یا جمهوری اسلامیه مسلمان بیامده با دیگه به وطن تو اومده با مملکت اومده که خود غریبی کنه. هم به مجبوری و از پریشونی اومده. اگه کسی احتیاجی داشته باشه ملت غریبی مزدوری نمیره. با گفته سخنگوی والی هرات، سرقنسل ایران گفته است که اعتراضنامه حکومت افغانستان را به مقام‌های کشورش میرساند. در همین حال آگاهان حقوق بین الملل میگویند که تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان خلاف قوانین بین المللی است. اقدامی که کشور ایران یا حالا نیروهای نظامی ایران در قبال این پناهندگان به اصطلاح در قبال این مهاجرینی که به نوعی مهاجر تلقی می شوند صورت داده متاسفانه خلاف تمام
اصول و قواعد عام حقوق بین الملل هست. با گفته مقام‌های افغان 11 تن از شهروندان افغانستان که می‌خواستند از بهر کار به طور غیر قانونی از مرز فراه وارد ایران شوند از سوی مرزبانان این کشور تیرباران شدند. با گفته نزدیکان قربانیان، پیکرهای جانباختگان بیشتر از 20 روز در محل رویداد مانده بود. اجساد 11 تن از قربانیان این رویداد که باشندگان هرات و فراه بودند، چهارشنبه پیش با خانواده هایشان تحویل داده شدند. بیننده مهمترین خبرهای اقتصادی هستید. شرطنامه سرمایه‌گذاری برای عصری‌سازی و تجهیز بندرهای تجاری کشور میان وزارت مالیه و یک شرکت اماراتی به امضا رسید. رئیس دفتر معاونیت اقتصادی ریاست وزرا میگوید که امضای این شرطنامه نشان می‌دهد که امارت اسلامی اراده جدی برای اتصال منطقه‌ای و گسترش تجارت بین المللی دارد. او پافشاری می‌کند که عصری‌سازی بندرها می‌تواند در بخش‌های واردات، صادرات و ترانزیت سهم‌های چشمگیر ایجاد کند و کالاها را بدون تأخیر و مانع به بازارها برساند. شرطنامه سرمایه‌گذاری برای عصری‌سازی و تجهیز بندرهای کشور میان وزارت مالیه و شرکت اماراتی دی پی ورلد امضا شد. رئیس دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء با اشاره به اهمیت عصری‌سازی بندرها در توسعه تجارت و ترانزیت گفت که امارت اسلامی با یک دیدگاه راهبردی تلاش دارد افغانستان را به چهارراه بزرگ ترانزیتی در منطقه تبدیل کند و به این منظور برنامه‌های مهمی در بخش راه آهن، مسیرهای ترانزیتی و پروژه‌های انکشافی روی دست گرفته شد. یا د شرط پاڼه به هغه قراردادونو او بهرنۍ پانګونې ته لاره هواره کړي چې د هیواد د سوداګریزو بندرونو په عصري کولو او نوې ټکنالوژي سره په سمبالولو کې اغیزمن رول ولوبوي. در همین حال معین گمرکات و عواید وزارت مالیه میگوید که تجهیز و عصری‌سازی بندرها میان وزارت مالیه و یک شرکت خصوصی برای ایجاد سهولت، نگهداری و تسریع روند بررسی کالاها نهایی شده است. او تاکید کرد که بندرهای ترخم و حیرتان برای افغانستان اهمیت درجه اول در ترانزیت منطقه‌ای دارد و ابراز امیدواری کرد که کار این پروژه ها در زمان معین و با کیفیت لازم تکمیل شود. مالیه وزارت په استازیتوب د دې نه غوښتنه کوو چې پر معیار برابر او صحیح خدمات زموږ په بندرونو کې تجاران ته وړاندې کړي. زموږ د هیواد مهم بندرونه چې تورخم او حیرتان دي چې دا زموږ د ترانزیت هغه اوله درجه بندرونه دي، دا موږ د دې سره پر مخ ځو. همزمان با این مسئول شرکت اماراتی دی پی ورلد با توجه به اهمیت بندرهای حیرتان و ترخم برای کشور گفت که افغانستان کشور مهم برای وصل آسیای مرکزی و جنوبی است و کشورهای همسایه برای عبور کالاها و فعالیت‌های اقتصادی خود به خاک افغانستان نیاز دارند. ارقام الحركه التجاريه بين افغانستان و پاکستان. حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان در سال 2024 میلادی به 1.6 میلیارد دلار رسید و انتظار می رود این رقم با بهبود سیستم ها، ایجاد ایده های نو و همکاری دولت افغانستان افزایش پیدا کند. بر پایه این شرطنامه در مرحله نخست بندر حیرتان میان افغانستان و ازبکستان و نیز بندر ترخم با ابزارهای امروزی مجهز و زیربناهای آن مطابق به معیارهای جهانی ساخته خواهد شد و در مرحله بعدی این روند به سایر زونهای کشور نیز گسترش می‌یابد. بیننده خبرهای جهان پس از وقفه باشد. ورزشکاران پرالمپیک افغانستان برای شرکت در رقابت‌های پرآسیایی رهسپار امارات متحده عربی شدند. مسئولان کمیته پرالمپیک کشور گفتند که ملی پوشان معلول در رشته‌های پاراتکواندو و زوردست به نمایندگی از افغانستان در این رویداد شرکت کردند. در بخش‌های پاراتکواندو و زوردست علیرضا احمدی، هجران رضایی و نعیم نوری نمایندگان کشور هستند. این رقابت‌ها از 7 ماه روان میلادی در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز می‌شود.
زکی حکیمزاده مرسن افغانستان موفق شد در رقابت‌های سازمان WBC حریف آمریکایی خود را شکست دهد. او در وزن 55 کیلوگرم برابر نماینده آمریکا به میدان رفت و در پایان با برتری قاطع حریفش را مغلوب کرده و کمربند این سازمان را به دست آورد. این مبارزه در شهر واشنگتن دی سی آمریکا برگزار شده بود. حکیمزاده پیش از این نیز 5 پیروزی در رشته کیک بوکسینگ در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده بود. میرسیم به پایان خبر 6. وقتتان خوش.